سلام، من وحید بهرامیان هستم و در این دوره آموزش ژاکت آکادمی میخوایم با شما یاد بگیریم که بیزینس پلن کسب و کار خودمون رو بنویسیم. شاید جالب بشه بدونید که بیش از 93% از استارتاپ هایی که شروع به فعالیت میکنن فیل میشن. چرا؟ خیلی دلیلش واضحه. چون نمیدونن کجا میخوان برن، نمیدونن چه جوری میخوان برن و نمیدونن به چه منابعی نیاز دارن. اگر این دوره رو در کنار من باشید و تا آخر همراهی بکنید و شروع بکنید آنچه یاد میگیرید و توی کسب و کار خودتون پیاده سازی بکنید، شما یاد میگیرید بیزینس پلن کسب و کارتون رو بنویسین و میشید جزء اون 7% که میتونن این چرخه رو رد بکنن و یک کسب و کار موفق داشته باشن. خب بریم که داشته باشیم. اگه ندونی کجا میخوای بری، هیچ فرقی نمیکنه از کدوم مسیر بری. فکر کن میخوای بری سفر، همینطوری ماشه بر نمیداری بری بیرون ببینی چی میشه، کجا پیش میاد. یه مثال خیلی بهتر، فکر کن میخوای ساختمون بسازی، آیا میری وسط زمین شروع میکنی آجر گذاشتن و تمام که به این امید که یک ساختمون قشنگی دیزاین بشه؟ به هیچ وجه این کارو نمیکنی. به مراتب داشتن یک پلن برای یک کسب و کار خیلی ضروری تره اون پلن برای اون ساختمونه. خب میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم که بیزنس پلن بنویسیم. خب ببینیم چه مزایایی و مزیت‌هایی را بیزنس پلن به شما میده. به شما میگه که نقطه شروع کسب و کارتون چیه؟ اصلا اون ایده‌ای که دارید با اون تیمی که دارید همخوانی داره؟ آیا تیم شما آمادگی پیاده سازی این ایده رو داره؟ تعیین میزان ارزشمند بودن ایده برای خودتون رو انجام میده. یعنی شما متوجه میشین آیا اصلا ارزش داره من روی این ایده سرمایه گذاری کنم، وقت بذارم؟ اگر به این فکر بکنید که کسب و کارتون جذب سرمایه انجام بده، میتونید با یک بیزنس پلن خوب سرمایه گذارتون رو قانع بکنید. میتونید هدف گذاری دقیق تر توی مراحل مختلف کسب و کار داشته باشید و میتونید برای رسیدن به هدف هاتون خیلی سریعتر و هوشمندانه تر پیش برید. خیلی از شما احتمالاً واژه بیزینس مدل هم به گوشتون خورده، ولی باید بدونید که بیزینس پلن و بیزینس مدل دو تا موضوع بسیار متفاوتی هستن. البته شباهت هایی با هم دیگه دارن، ولی هر دو مکانیزم متفاوتی دارن و توی اجرا و توی کسب و کار به شما کمک های متفاوتی میکنن. من بخوام به صورت خلاصه بیزنس مدل به شما نشون بدم، توی این اسلاید شما میتونید یک بوم مدل کسب و کار یا بیزنس مدل را ببینید. خب توی بیزنس مدل ما یه سری اجزایی داریم که اسمن یه سری بخشای شبیه بیزنس پلنه، مثل ارزش پیشنهادی، مثل کانال های ارتباطی، مثل بخشبندی مشتریان، جریان درآمدی، ساختار هزینه. در واقع این بومی که شما می‌بینید، البته من یک نمونه فانتزیشو براتون گذاشتم، ولی توی اینترنت اگر سرچ بکنید بوم مدل کسب و کار یا بیزنس مدل کنواس، یه بومی می‌بینید خونه خونه که شما میتونید حتی اینو به دیوار شرکت نصب بکنید. وقتی که تدوینش می‌کنید با استیکی نوت هایی مشخص بکنید که توی هر کدوم از این بخشا کسب و کار شما قرار چه کاری انجام بده. اما حالا با بیزینس پلن چه فرقی میکنه؟ ببینید، بیزینس مدل یک مکانیزمیه که به ما میگه به چه شکل و از چه طریقی و از چه طریق چه کانال هایی ما میتونیم به یک سود مشخص برسیم و معمولا برای یک بازه بلند مدت کسب و کار نوشته میشه. یه بار که تدوینش بکنید دیگه خیلی دستخوش تغییر نیست. البته تو پرانتز بهتون بگم که پدیده کووید یا کرونا به ما نشون داد که وقت بیزینس مدل هم در خلال کسب و کار نیاز داره که گاهن تغییر بکنه. ولی بیزینس پلن یک سند، یک چشم اندازه که به ما میگه که ما توی یک بازه زمانی مشخص قراره چه کارهای اجرایی رو انجام بدیم تا به اون اهداف کسب و کار برسیم و متناسب با هر مرحله ای از کسب و کار تعریف میشه. هر چقدر که کسب و کار بالغ تر میشه، بیزینس پلن شما تغییر میکنه، ولی بیزینس مدل شما وابسته به این بلوغ نخواهد بود. و گفتم بهتون در طول زمان هم بیزینس مدل معمولا یکسانه، ولی بیزینس پلن دستخوش تغییره. اما قبل از اینکه بریم با هم یاد بگیریم که چجوری بیزینس پلن تعریف بکنیم، دو تا مقدمه بسیار مهم دارم. مقدمه اول این که بررسی دقیق بازار موجود. برید ببینید تو اون موضوعی که میخواین کار بکنین بقیه چه کارهای مشابهی انجام دادن. ببینید رقباتون کیان. حتی برید از رقباتون خرید کنید. یه شعر زیبایی مولانا داره میگه که آب کمجو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پس. اگه میخوای کفش بفروشی، اگه میخوای لباس بفروشی، اما توی مهمونی میری نگاهت به لباس آدما نیست، نگاهت به کفشای آدما نیست، تو تشنه ایده خودت نیستی. پس اول تشنه ایدت شو، بعد بازار رو دقیق بررسی کن، ببین کیا قبلا اومدن،
چه چیزهایی نزدیک یا مشابه ایده تو قبلا پیاده سازی شده. گفتم برید خرید کنید از رقباتون، فرایند خریدشون رو ببینید، مکانیزم‌های پشتیبانیشون رو ببینید، اصلا ببین تو میتونی با یه همچین بیزنسی رقابت بکنی، آیا تو این بازار جا داری یا نه. مقدمه دومم که از مقدمه اول هم خیلی مهمتره، باید یاد بگیرید طرح توجیه بنویسید. طرح توجیه نه فقط برای تدوین بیزینس پلن، بلکه برای هر اقدامی که توی یک کسب و کار انجام میشه دونستنش ضرورت داره. نوشتنش هم خیلی کار پیچیده‌ای نیست، 4 تا بخش داره که شما یادش بگیرید، الان با من همراهی بکنید خیلی راحت میتونید حتی برای یه ایده، یه کمپین طرح توجیه بنویسید. توجیه داره این کمپین بره بالا یا نه؟ لانچ کردن یه پروداکت داخل اون کسب و کارتون، آیا توجیه داره این پروداکت هزینه بکنید وارد بازار کسب و کاریمون بکنیم یا نه؟ خب 2 تا نکته رو قبل از تدوین طرح توجیهی با هم مرور بکنیم. نکته اول، طرح توجیهی نوشته میشه برای شما توجیه بشید که این کاری که میخوام بکنم سودآور هست یا نه، این کاری که میخوام بکنم توجیه اجرا داره یا نداره، و قراره به شما اجرایی بودن یا نبودن بده. قرار نیست رودمپ مشخص بکنه برای مسیر شما تو رسیدن به هدف، فقط قراره به شما بگه این کار بشود یا نشود. حالا چه اجزایی داره این داستان طرح توجیه نوشتن؟ طرح توجیه 4 بعد داره. یکی ویژگی کالای خدمات رو مشخص میکنه، یکی باید وضعیت صنعت و بازارتون رو مشخص بکنید، مؤلفه های مالی رو بررسی بکنید و یه سری ملاحظات فردی، تیمی و سازمانی رو باید در نظر بگیرید توی نوشتن طرح توجیه. خب نکته اول این که ویژگی کالا خدمات رو مشخص بکنید. تو پرانتز باز بگم کالا و خدمات 2 مدل محصول بسیار متفاوتن. به ما میگیم محصول در حالت کلی به هر چیزی که خریده میشه ما میگیم پروداکت. ممکنه شما این پروداکتتون یک گوشی موبایل باشه، کالا فیزیکیه که خرید میکنی، ممکنه یه خدمتی باشه، تایپ و تکثیره، یه متن دادی یه نفری برای تایپ کرده، ممکنه که یه اسنپی باشه که شما میگیری از یه نقطه بری به یه نقطه، این خودش محصوله، ولی اون اسنپ میشه خدمت. اون آرایشگاهی که شما میری موهاتو اصلاح میکنه محصولش یک خدمته، ولی اون موبایل یک محصول فیزیکی داره. خب 2 نکته اینجا داریم. اول ببینید که این محصول اصلا قابلیت ارائه داره یا نه. یعنی چی؟ یعنی اصلا ما میتونیم اینو تولید کنیم؟ شما مثلا ممکنه بگید آقا ما الان توی عصری زندگی میکنیم که سرعت تبادل اطلاعات خیلی زیاد شده، ما نیازمند اینترنت ماهواره‌ای هستیم. خب آیا تکنولوژیش تو این کشور وجود داره؟ اگر وجود نداره آیا اصلا میتونید این تکنولوژی رو از جایی وارد کشور بکنید و اون محصول رو داخل کشور تولید بکنید؟ پس نکته اولی که اصلا قابلیت ارائه دارد یا ندارد. نکته دوم، جذابیت اون محصول یا خدمت شما برای مخاطب شماست. ما خیلی این رو شاهد هستیم که حالا تو ادامه من باز اینو تکرار میکنم که من خودم فکر میکنم یه چیزی خیلی کاربردیه و میرم اون ایده و محصول پیاده سازی میکنم، ولی برای مخاطبم جذاب نبوده. مخاطب اصلا درک یا فهمی نسبت به اون کالای خدمت من نداشته. پس جذابیت محصولتون رو از نگاه کاربر یا مخاطبتون در نظر بگیرید. حالا من توی ابتدای صحبتم راجع به طرح توجیهی گفتم که برای کمپین هم میشه طرح توجیهی نوشت. خب طرح توجیهی میشه که آیا این کمپینه برای مشتری هدف اون بیزینس جذابه، آیا درگیر این کمپینه میشه یا برای اون محصوله، آیا اون محصولی که من میخوام عرضه بکنم بازار امروز به این محصول نیاز داره، مخاطب امروز جذابه براش این پروداکت از ما خرید کنه. خیلی از ایده ها شکست میخورن به خاطر اینکه صاحبین ایده به خاطر علاقه شدید خودشون به اون ایده میرن سمت پیاده سازیش. خودت دوچار رفتار هیجانی شدیم و خیلی تو خیلی از مدیرای کسب و کار این مسئله رو ما داریم که دوچاری هیجانی میشه، میگه میرم فلان دوره آموزشی لانچ میکنم، میرم فلان پلتفرم رو دیولپ میکنم. قبل از اینکه بیاد این طرح توجیه رو بنویسه، قبل از اینکه بیاد بیزنس پلنش تعدیل بکنه، چه اتفاقی میفته؟ گفتم بهتون 93% از این ایده ها شکست میخوره. خب مسئله بعدی بحث صنعت و بازار شما توی اون محصول. ببینید یه فرق بین صنعت و بازار وجود داره. بازار سمت تقاضاست، صنعت سمت عرض است. بازار به ما میگه که چقدر اون پروداکت نیاز مخاطب بازاره، صنعت به ما میگه که چقدر جا داره که ما تو این صنعت کار کنیم. یه مثال براتون بزنم. شما میخواین تولید یک شوینده ای رو داشته باشید. خب
مثلا من میگم مایع دستشویی. خب مایع دستشویی الان در طول روز مرتب توسط همه اعضای خانواده استفاده میشه، پس یک کالای تند مصرفه. اما خب پس وقتی کالا تند مصرفه یعنی بازار بزرگی داره. اما آیا صنعت این محصول هم صنعت خوبیه؟ خب رقبای بسیار زیادی دارن فعالیت میکنن، برندهای شناخته شده و قدیمی دارن توی این صنعت فعالیت میکنن، پس ورود به این صنعت سخته، رقابت توی این صنعت سخته. اما بازار چیه؟ بازار خیلی بزرگه. شما ممکنه که یه وقتی بخوان یه گوشه ای از بازار رو بگین. حالا توی من اینجا توی این اسلاید عکس کنسرو ماهی براتون گذاشتم تا باز اشاره بکنم که بازار سمت جذابیت برای مخاطبه، ولی صنعت سمت جذابیت برای کسب و کاره. شما مثلا میخوان یک کنسرو خاصی رو وارد به کشور بکنید و اون رو بفروشید. دو تا کار میاد انجام بدید. اول یه گروهی رو تشکیل میدید، ازشون یه تستی میگیرید ببینید آقا اصلا نیازه به این کنسرو داره، طعمش رو دوست داره، خرید میکنه یا نه. چیشو متوجه میشین؟ متوجه میشین که برای یک گروهی از مخاطب جذاب بوده. اما آیا این برای ما به این معنیه که این برای کل کشور میتونه جذاب باشه؟ نه. شما فهمیدین برای مخاطب جذابه، اما هنوز متوجه نشدین که آیا بازار خوبی داره. حالا برای اینکه بفهمید بازار خوبی داره باید یک تحقیقاتی در سطح کشور انجام بدید. نگران نباشید، امروز ابزارهای دیجیتال مارکتینگ به شما خیلی قدرت تحقیقات بازار در فضاهای بزرگ مثل کل کشور رو میده. اما حالا این که اصول تحقیقات بازار چیه؟ خب از حوصله این آموزش خارجه. خب میرسیم به مؤلفه سوم در نوشتن طرح توجیهی یا مؤلفه مالی. در واقع توی این بخش از نوشتن طرح توجیهی شما هر پارامتر مالی که لازم مد نظر داشته باشی داری. مثل من یه سری نکته‌های مهمش اینجا نوشتم. این کار به چقدر سرمایه اولیه نیاز داره، نقدینگی مورد نیاز برای فعالیت عملیاتیش چقدره. ببینید منظورمون از اینه که نقدینگی برای فعالیت عملیاتی چیه. ببین شما ممکنه بگی خب من میخوام یه پلتفرم رو بندازم و نیاز به مثلا 10 تا پرسنل دارم، پس دفتر میخوام. اینی که دفترت شما چه هزینه هایی داره، پرسنل شما چه هزینه هایی داره، میشه اون هزینه ای که مشخص کنه سرمایه اولیه باید چقدر باشه، هزینه های بازاریابی چه و چه باید سرمایه اولیه دیده بشه. بخش بعدی میشه اون بخش نقدینگی که شما برای توسعه خود اون پلتفرم نیاز داری. تو چه مقطعی نیاز به تزریق پول تو اون کسب و کار وجود داره و از کجای اون کسب و کار به بعد شما میتونی پول رو خارج بکنی. شما وقتی میخوای با سرمایه‌گذار صحبت کنی این پارامتر خیلی براش مهمه. سرمایه‌گذار میگه اوکی چقدر میخوای؟ 10 میلیارد من میدم، اما کی میتونم این 10 میلیاردمو برداشت کنم؟ کی میتونم یه بخشی از سهامام بفروشم و 10 میلیارد رو در بیارم؟ به من برنامه بده. سود اقتصادی این فعالیت چقدره؟ چه ریسک هایی در این فعالیت وجود داره؟ حالا چه میزان از این ریسک ها رو الان میتونید پوشش بدید؟ هزینه این ریسک ها چقدره؟ هزینه های بیمه، مالیات این کسب و کار چقدره و در طول رشد کسب و کار این هزینه های بیمه، مالیات چجوری رشد میکنن؟ مؤلفه بعدی در تدوین طرح توجیهی مؤلفه فردی، تیمی و سازمانی. شما باید ببینید که چقدر این ایده، چقدر این محصول با ارزش ها و استعدادها و توانمندی های تیمی شما همخوانی داره. این باز تکرار میکنم، این طرح توجیهی فقط منوط به بیزنس پلن نیستا. شما وقتی کسب و کارت راه افتاده، بیزنس پلن تو نوشتی، میخوای اقدامات مختلفی تو کسب و کارت انجام بدی، هم به این بیزنس پلن نیاز داری. یه مثال دیگه بزنم که این طرح توجیهی براتون جا بیفته. شما در نظر بگیرید که مدیر فنی شما به شما میگه آقا ما برای جابجایی مهندسین کشور یه ماشین بخریم. خب ماشین یه هزینه مشخصه، حداقل مثلا 300 میلیون تومانی داره. اون مدیر باید بتونه طرح توجیهی بنویسه که بگه آقا این خریدن این ماشینه تو چه بخشایی به ما کمک میکنه، چه هزینه هایی رو از ما کاهش میده و توجیه داره که این 300 میلیون رو هزینه بکنیم، یه راننده بذاریم پشتش ماهیانه بهش حقوق بدیم. یعنی تو این مثال هم ما حتی به طرح توجیه نوشتن نیاز داریم. موضوع بعد اینه که آیا تیم شما کشش این اجرا رو داره یا نداره. من بارها توی کسب و کار مختلف دیدم یه ایده رو لانچ کردن، خیلی هم ایده قدرتمندی بوده، خوبم داره کار میکنه، ولی ظرفیت تیمیشون اندازه همین ایده است. یه ایده بزرگ دیگه رو میان جوین کنن بدون اینکه به این فکر کرده باشن که تیمو توسعه بدن. چه اتفاقی میفته؟ تیم فعلی کشش ایده دومو نداره، ایده اول رو هم خراب میکنه. بحث بعدی بحث ظرفیت سازمان در بهره برداری از این فرصته.
حالا این بحث بیشتر برای شرکت‌های بزرگتره، یعنی شما وقتی که وارد شرکت‌های بزرگتر میشین ما یه سری پالیسی‌های متفاوتی داریم و اون پالیسیان که تعیین کنندن که آیا اون کسب و کار کشش اینا داره که ما اون ایده رو بیاریم داخل یا نه. خب تا اینجا با دو تا بخش آشنا شدیم. یکی این که قبل از اینی که بیزینس پلن رو تدوین بکنیم بریم بازار رو دقیق بررسی بکنیم و دو این که یاد گرفتیم که چجوری طرح توجیهی بنویسیم. توی بخشای بعدی آموزش وارد اجزای بیزینس پلن میشیم.